دوستان عزیز، ما گزارش خیش را از نبرد پهلوانان ادامه میدیم. اینجا وزن 87 کیلو در اینجا وزن 87 کیلو مبارزه برای به دست آوردن مقام سیوم. دو جفت برای جای سیوم مبارزه میبارد. این شهریاری حالا باشد جفتی اول شهریار رستم خان بر مقابل بهروز دینایف. بهروز 8 امتیاز دارد. پهلوان شهر دوشنبه و رقیب خطلانیش باشد با 3 خال. یک اگر همین از عهده همین کار میبرامد الکی برای بهروز دینایف این پیروزی بود. اکنون این دور دویم است. مبارزه برای دست آوردن نشان برنجی در وزن 87 کیلو ادامه دارد. پیروزی کامل است دیگر. در اینجا ببینید حالا تناسب خالهای وزن می شود. 12 بر 8 می شود. دوزده بر 8 است. اکنون فرقیت 5 خال در اینجا گشتین ادامه دارد. با فرقیت 8 غلبه می شود. از این خاطر برای بهروز و دینایف بود امکانیت می توانست که حساب را پیش از مادر جای کند ولی نتوانست.
حساب تغییر می‌یابد. 10-13. سی ثانیه دیگر باقی مونده است از نبرد. جنبستش این نوردی پیروز مدینایف است. این جفتی دویومی وزن 87 کیلو برای بالست آوردن نشانی دویومی برنجی تلاش می‌ورزند. فردوس رحمانوف از کنار سرخ بر مقابل حسنجان اسلاموف. هر دو پهلوان از ولایت سرخ هستند. فردوس رحمانوف رقیبش را زمین فشار می‌آورد. دو امتیاز را صاحب می شود. حالا برای امتیاز پیدا کردن در اینجا باز فردوس رحمانوف همان امکانیت دارد. رقیبی
دقیقه رو برای دو امتیاز. اکنون 5-0 حالا فردوس رحمانوف را پیش میبرد. داور اشاره بر آن دارد که گوشت خوبتر شود و شور و شوقش بیشتر گردد از این. وقت به انجام می رسد در دوره اول. دوره دوم از وزن 87 کیلو شروع شد. در این دوره هم مبارزه خیلی پرقوت است، پرشدید است. اکنون برای به دست آوردن نشان دوم برنجی در وزن 87 کیلو فردوس رحمانوف با حسن جان اسلاموف مبارزه دارند و حالا باشد
بعد از این قسمت فینالی در اینجا شروع می شود. قسمت های فینالی با پررگی دوستان عزیز پیشکش خواهد شد. وزن برای به دست آوردن نشانه های طلا در این تتمی مبارزه خواهد بود. ببینید حساب در اینجا مساوی است. والا عوض شد 7-5 پیش رفت حسن جان اسلاموف. وقت نیست، رفته رفته کمتر باقی میموند. جمع بس می شود و همین طریق 7-5 به سود حسن جان اسلاموف است. 7-6. این دو پرتافته که از جانب یکدیگر است برای جای سیوم است. توشه که اینجا پهلوان از کنار کبوت غالیبیت را با دست آورد و در وزن 63 کیلو برنده نشان برنجی گردید. اکنون دوستان عزیز میرویم با قسمت فینالی. پرتافت‌های زیبایی که در حالت تکرار می‌بینید از جانب هر دو پهلوان بود. سراول یکی و بعداً پهلوان دیگر با همین شیوه. وزن 63 کیلو جفت دوم حالا با پیشنهاد کردن برای به دست آوردن نشان برنجی. نماینده ولایت ختلون از کنار سرخ بر مقابل پهلوان شهر دوشنبه از کنار کبوت برای به دست آوردن نشان دومی برنجی وزن 63 کیلو مبارزه می‌کنند.
паҳлавони хатлонӣ бисёр ҳам як тариқи дастон қулфи хуб андохт барои самти дигар тоб додани рақиб, вале қувва нарасид. Агар аз ӯҳда ин кор мебаромад, метавонист ки комилан дар ин ҷо ғолиб шавад. маҷбур аст акнун паҳлавони шаҳри душанбе замин хоб равад ва суратноки бисёр зиёдтар буд. ана акнун имтиёз 4 хол. вазни 63 кило. табло 120 нишон медиҳад ва ин 63 кило аст ки барои ба даст овардани нишони дуюми биринҷӣ набардро пешкаш мегардонад. мубориза барои ба даст овардани нишони дуюми биринҷӣ вазни 63 кило аст. дар ин ҷо каме дар ин ҷо аз рӯи мусобиқот гиремҳои вазн мешавад. шояд барои бинандаам баъзан мушкилӣ мегардад ки ки дар кадом вазн гӯштин дорад, дар кадом гирем, ва табло чии дигарро нишон метиҳад, аммо гӯштин дар чиз дигар рафта истодааст. ба ҳар ҳол мунтазир мешавем, шояд дар қисматҳои финалӣ ҳама ба тартиб дарояд ва гӯштин хуб пешкаш шавад. мо медорем. акнун дӯстони азиз, даври дуюми набарди паҳлавонони 63 кило барои ҷои сеюм идома дорад. ду имтиёз барои паҳлавон аз канори сух, чунки имконият пайдо кард барои собиши рақиб. ду имтиёзи дигар.
7 بر 6 می شود. سو برابر 7 بر 7. برخورد برای فرقیت 1 خال. کسی از 1 خال مبالغه دارد در ثانیه های آخر شاید او خالی باشد. 5 3 2 حالا اکنون در اینجا باز قرار دیگر شد که سر اول شاید برای جای سیم گشتین رود و بعدا قسمت های فینالی شود. احمدوف است مبین جان در وزن 67 کیلو که رقیب را 2 پهلو میبرد. وزن 67 کیلو برای به دست آوردن نشانی برنج. باز دو امتیاز دیگر. اکنون دو امتیاز دیگر 8 بر 0 و پررگی اولمپیاد را برای مبین جان احمدوف بخشید. این جفت دویمی وزن 67 کیلو
برای به دست آوردن نشانی دومی برنجی تلاش میکنند. تلاشو برای به دست آوردن نشانی دومی برنجی وزن 67 کیلو. با شور و شوق دوام دارد. فاول اکنون امیر حمزه عمرف را میبینند و فردوس شاهزاده باشد. دو امتیاز برای فردوس، دو امتیاز دیگر. حالا امیر حمزه عمرف 5 گل به دست آورده است در مجموع. کار به دور دویم می رود. در وزن 77 برای نموده کردن برای جای سیم گشتی گرفتن و حالا وزن 67 کیلو. 10-0 پیروزی امیر حمزه عمرف.
اکنون دوستان عزیز اینجا تلاش میان پهلوانان وزن 77 کیلو برای به دست آوردن نشان برنجی شروع شده است. احمد رازق زاده بر مقابل مسلح‌الدین اوراقف تلاش دارند. دو پهلوان همچنین در این وزن سهراب علیف با کوگانوف کشتین میگیرد. دو بر صفر رازق زاده محمد مسلح‌الدین اوراقف را شکست میدهد. هر دو پهلوان از شهر دوشنبه هستند. فقط در پیش است رازق زاده میتواند که در اینجا اوراقف حساب را تغییر دهد. اوراقف در قسمت نیمه نهایی با حساب بزرگ بود داده بود. به این خاطر برای نشان برنجی تلاشش زیادتر است. یک قال دیگر 6 بر 2 می شود. نکنم کار براند نوبتی خواهد رفت چون که در اینجا ثانیه‌های کم باقی مانده است و راوند اول جمع است می شود. این دور دویم است برای به دست آوردن نشان برنجی وزن 77 کیلو. حساب 6 بر 2. مسعود اوراقف مسلح‌الدین
دوم آورد. حدود کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی مانده است از نبرد این جفت برای به دست آوردن نشان برنجی وزن 77 کیلو. 4 امتیاز دیگر 10 بر 2 این پیروزی اوراقوف است. سهراب علیف در وزن 77 کیلو با عبدالله جان کوگانوف مبارزه میبرد. برای به دست آوردن نشان دومی برنجی اکنون سهراب علیف بر مقابل عبدالله جان کوگانوف برای به دست آوردن نشان دومی برنجی وزن 77 کیلو تلاش دارد. حساب حالا 0 بر 0 است. اوه بسیار عجیب. 4 امتیاز را به دست آورد سهراب علیف. چهار امتیاز دیگر 8 بر 0 تمام این برد سهراب علیف است.
اینجا دوستان عزیز وزن 82 کیلو جنبه شد. وزن 97 کیلو رو برای ما موندن. وزن 97 کیلو دور دوم به میدان برآمدند. مصطفی کریموف با سیاوش احمدزاده. در دور اول مصطفی کریموف از رقیبش پیش رفت و احمدزاده سیاوش باشد یک خال دارد.
7 بر 1 پهلوان از کناری سرخ پیش صف است. پیش صفیو رقیب رو کمی دل سر کرده است. حالا امتیازی نوبتی هم میتوانست که برای رقیب هم میدر بیارد. این پیروزی برای سیاوش برای مصطفی کریموف میسر شد و در وزن 97 کیلو یکی از نشانه های برنجی را صاحب شد. حالا جفت دیگر ابر سعید احمدوف با نوروز محکموف برای به دست آوردن نشان دوم برنجی به میدان خواهند برآمد. ابر سعید احمدوف با نوروز محکموف هم در میدان میشوند. پهلوانان سنگین وزنی دیگر این جفت هم برای به دست آوردن امتیاز نوبتی حرکت دارند. خب پهلوانان سنگین وزن کار کردن برای آنها مشکل تر است در میدان، چون که با این وزن حرکت کردن. البته ببینید این اشتباهی که کرد نوروز محکموف بعدم از این مرکبی خود را رها کرد.
6 بر 2 است. پهلوان سعودی نوروز محکمов مستحکم‌تر است نسبت به رقیب. حرکت میکند برای به دست آوردن امتیاز. نوروز محکمов و حرکت های او به جانب رقیب است. نه بر 2 غالبیت رو به جانب نوروز محکمов دیدند. اکنون دوستان عزیز مرحله فینالی فرا رسید. ما میگذاریم در حال با قسمت فینالی وزن 55 کیلو. اولین وزنی که برای به دست آوردن نشان طلا در رشته گوشتین یونان و رومی بین کلانسالان پیشنهاد می شود. از کنار سرخ ورزشگر نادر سنگف شهر دوشنبه بر مقابل رقیبش فریدون تلویف نماینده ختلان مبارزه می برد. از کنار کبوت است پهلوان ختلانی. این نبرد رو فروخ رحمانوف داوری میکند. خب اینجا چون نظر میکنیم به این نبرد در وزن سبک بسیار هم آزادانه گوشتین میگیرند. هر دو پهلوان تلاشش رو برای به دست آوردن اولین امتیاز دارند. شاید این چمپیونات مذکور چهره های نو را ایجاد کند. بسیار قوی داشته است نادر سنگف. 2 امتیاز برای نادر سنگف. اوه 4 امتیاز دیگر. بسیار عالی بود. نادر سنگف اکنون با 4 امتیاز نسبت به رقیب پیش می ایستد. فریدون تلویف برای جبران کردن این خالها علاقه 2 امتیاز رو شاید صاحب شد. بله 2 امتیاز برای او هدیه شد. حساب 2 بر 4. 4 بر 4 مساوی می شود حساب. اکنون گویا که گوشتین از سر نو آغاز می گشته باشد. 4 بر 4 جمع مساوی میان پهلوانان
نبرد را تیز و تند می کند. خیلی تلاش های زیاد. دو خال دیگر برای فریدون تیلویف. 4 امتیاز می دهد. 8-4 می شود. دور اول به سود فریدون تیلویف سپری شده ایستاده است، اما هر لحظه می تواند که حساب تغییر یابد. دو امتیاز دیگر و وقت به انجام می رسد. 10-4. برای فریدون تیلویف لازم است که 2 امتیاز دیگر به دست دارد پیروز شود، اما برای نادر سنگوف که حالا روی نوار است کمی مشکل افتیده است. اکنون دور دوم باید او پرقوت‌تر مبارزه برد. برای نادر سنگوف که حالا از رقیب قفا مانده است، پست گل کردن را مسئولیت میدن. فریدون تیلویف خوب است کارش. نادر سنگوف بسیار مستحکم داشته است. 2 امتیاز. چهار امتیاز دادن. حساب برابر شد. 10-10. در اینجا حساب هر لحظه تغییر می‌یابد. 2 امتیازی به دست می‌آورند، 4 امتیاز به دست می‌آورند و حالا باشد مساوی است. 10-10 است. کمتر از 1 دقیقه دیگر گشتین میگیرند. اینجا مبارزه برای به دست آوردن خالهای نوبتی که میتواند
یکی را موفق. اوه 12 بردم می شود. چهار امتیازی دیگر رو ببینیم. حالا در اینجا فریدون تیلویف اعتراض دارد که این پرتوفت از خط زرد بیرون بود. از این خاطر باز اما لحظه آخران رو اگر تکرار نمایش میدادم بسیار خوب میشد، چون همین جا است، محض همین جا. ببینید باز فکر میکنم این 100% پرتافتی عالی بود. به هر حال یک امتیاز دیگر برای چالش سوخته است. فریدون تیلویف رو به باخت دارد اکنون. 17-10 است. یک امتیاز دیگر اگر نادر سنگوف به دست دارد پس او دست بال می شود. دو امتیاز بود. تمام. پیروزی نادر سنگوف. همین طریق در وزن 55 کیلو برنده مدال طلا شد. حالا اکنون اسلمجان عزیزов قدم زنان به میدان وارد شد و پهلوانی که جایزه دار مسابقات مختلف جهانی است. در آسیا مقام دار است. اسلمجان عزیزов و یک از پهلوانان شهرتیاری اگر بگیم دیار است پس خطا نمیکنیم. در بازی های اسلامی رقم 3 شده بود. در رده‌بندی جهان رقم 3 را کسب کرده بود. 2022 در آسیا جای دوم نایب قهرمان آسیا محسوب میشد. تحت
дар он ҷо мо фикрам бо сабаби даст кашидан шояд буд, чунки Асламҷон Азизов паҳлавони номдор ва хуб буд. хоб дӯстони азиз, акнун вазни ваз мешавад. сабаби ланд бардоштани Абдурахмон Ҳасанов ғолибиятро барои Асламҷон Азизов ҳадя карданд. хоб дӯстони азиз, вазни 63 кило меравем. вазни 63 кило Нурализода Муҳаммад аз канори Зурх ва Шорух маҳкамов аз канори Кабуд гӯштин мегиранд. ҳарду паҳлавон аз шаҳри Душанбе ҳастанд. чор имтиёз, аввалин имтиёз барои Муҳаммад Нурализода ҳадя мешавад. дар муқобили рақиб хеле шоиста ҳунарнамоӣ мекунад. ва ҳамин тариқ куштин идома меёбад. Муҳаммад Нурализода дар вазни 63 кило низ аслан ҳисоби соф 8-0 Нурализода Муҳаммад бо ҳисоби соф 8-0 рақибашро шикаст медиҳад дар гузашти 1 дақиқа ва ҳамин тариқ барандаи медали тиллои вазни 63 кило мешавад. вазни 67 кило меравад. акнун дӯстони азиз меравем ба набарди навбати вазни 67 кило. Мирзо Раҷабов Фирӯз паҳлавонест ки дар Осиё, дар ҷаҳон ҷоизадори чемпионати ҷаҳони наврасон маҳсуб мешавад. дар Осиё ҳам мақомаш баланд аст ва доимо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ барандаи медали тилло аст. ин паҳлавоне ки ҳоло аз канори Кабуд гӯштин мегирад. шикаст барои рақибони пештара он қадар мушкилӣ надошт. бо Сунатулло ҳоло гӯштинро оғоз карданд ва Сунатулло Абдуллоев аз Хатлон аст. Хатлон 2 бо гузашти 1 дақиқа ҳоло ҳисоб тағйир наёфтааст, вале Фирӯз Мирзо Раҷабов аз рақиб аз ҳисоби таҷриба боло меистад, аз ҳисоби ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва дар ҷаҳони наврасон ҳам ҷой дорад. дар Осиё ҳам хуб аст, яъне ӯ фарқияташ аз рақиб 100% боло аст. аммо гӯштин аст. намедонем ки то куҷо дар ин гӯштин ҳунарнамоӣ мекунанд. бар ҳол мунтазир мешавем, мебинем ки дар ин ҷо ин ҷавоне ки мо аз ҳунараш васф мекунем 1 имтиёз барои ин паҳлавони номдори кишвар нишон додан. акнун Сунатулло Абдуллоев тибқи қоидаҳои гӯштини тарзи юноноромӣ замин хоҳ меравад ва рақиб бояд ба хотири камфол буданаш. рақиб акнун мехоҳад ки аз ҳамин вас ӯро
دو امتیاز با دو امتیاز دیگر رو می شود صاحب 5-0 پیش می رود. میرزا رجب و فیروز. خوب کار در اینجا زیادتر می شود. الو امتیازی نوبتی رو اوه 4 امتیازی 9-0 پیروزی کامل است. فرقیت 8-0 می تواند که حساب را جنببست کند و میرزا رجب و فیروز اینجا متناسب 9-0 و پررگی غالبیت را به دست آورد و برنده مدال طلای وزن 67 کیلو شد. وزن بالاتر وزن 72 کیلو می رویم دوستان عزیز. شیراز آچیلوف پهلوانی که او نیست در آسیا و در مسابقه های بین المللی جایزه دار است از ولایت سوخت بر مقابل ساجان نوراحمد زاده می براید. شهر استرافشان مکان پهلوانانی که بارها دست پرورانش در مسابقه های مختلف از مراجان تویچیف یاد میاریم که در آسیا هم مقام داشت، مقام سیم داشت، در چندین مسابقه ها برآمد کرده و سزاوار گشته است. خب اکنون ساجان نوراحمد زاده از شهر دوشنبه بر مقابل شیرزاد آچیلوف می براید. برای ساجان نوراحمد زاده کشتین گرفتن چه تجربهش با آچیلوف برابر نشد به هر حال خب از روی سن و سال هم جوانتر است، اما شیرزاد آچیلوف هم جوان است. خب به هر حال ما گشتی رو تماشا میکنیم و بعدا با هم میدیم چگونه است. با یک شور و شوق نبرد آغاز شد و صورتناکی پهلوان سوختی نسبت به رقیب از لحظه های اول فرق میکند. ببینید در اینجا چست و چالاک است و چنگال زدنی و هم فرق دارد، اما عیسی جان نوراحمد زاده هم مقابل رقیب ایستادگی میکند و تسلیم شدنی نیست. برعکس حال او هم میخواهد که از مرکز میدان خود را رقیب را بیرون برد. فاروق رحمانوف به حیث داور یا رفری مرکزی این نبرد را تماشا دارد و برای آنها شفاهن آگاهی داد تا اینکه آنها فعال باشند، چون که باید فعالتر شوند. اوه دو آچیلوف دوی دیگر، یک بار دیگر این پیروزی است. دیدید آچیلوف پیروز شد و در وزن 72 کیلو برنده مدال طلا شد.
اکنون دوستان عزیز حالا میرویم به نبرد نوبتی وزن 77 کیلو. مقابل هم ایستادند جسور ایوب فاسکنور سرخ بر مقابل عزیزبک شریف زاده. در اینجا مسلیدین اوراقف هم پر قوت بود ولی او شکست خورد. او را همین جسور ایوب فاسکنور سرخ شکست داد. اولین امتیاز برای پهلوان از کنار سرخ جسورانه امتیاز رو به دست آورد. عزیزبک باشد شریف زاده استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است. چند مرتبه چمپیونات جمهوری تاجیکستان را با نشان طلا جام بست کرده است. ولی جسور رو ببینید که اون نیز استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است، ولی فرقیت از گوشتین حالا در لحظه های اول شاید این نبرد خیلی تیز و تند پیشکش شود. دوستان عزیز من برای شما مصلحت میدم این نبرد را تماشا کنید. در اینجا هم جسور هم عزیزبک هر دو داوطلب اساسی محسوب میشدند از گوشتین های اول، اما جسور را ما جسورتر میبینیم در نبرد. پهلوان سوختی تکیه با همون مکتب بزرگ مراد جان تویچیف که ما بالا قید کردیم که در شهر استرافشان است، امروز پهلوانان خوب رو آورده است. اگر سالهای پیش اکثرا تو امروز هم پهلوانان نامدار یونان و رومی از همین شهر استرافشان میبرانندند. مراد جان که در وزن 130 کیلو گوشتین میگرفت، بسیار یک پهلوان قوی جثه و پهلوان بسیار آرام طبیعت بود وقتی که گوشتین میگرفت. حالا در امریکا است و کم فعال میبینن عزیزبک را و عزیزبک مجبور است اکنون زمین خواب رفته رقیب امکانیت خود را به کار برد. دیدید اکنون کار چگونه شد. بسیار سرعت افزایی بود از جانب عزیزبک شریف زاده و حتی برای این چست و چالاکیش یک خال برای او هدیه کردند. چالش می‌پردازند. حالا در نوارهای تکراری ما اینجا حالت تکرار رو می‌بینیم. حالا تقاضا کردن خالی نوبتی را شاید 2 بر 4 شود. 4 بر 2 برای عزیزبک صدا میکنند.
20 ثانیه دیگر باقی مانده است. در اینجا تمام دور اول جمع بست می شود، آنها با دور دوم می روند. اکنون می رویم به دور دومی نبرد پهلوانان وزن 77 کیلو. جسور ایوبوف مقابل عزیزبک شریف زاده با یک قوای بزرگ میانه هم مبارزه میبرند، با یک جست و چالاکی، با یک نیروی بلند مبارزه میبرند. بسیار مبارزه پرشدت محسوب می شود. یکی جسور و دیگری عزیزبک میگوید. وقت کم باقی میماند، مردم از هر کنار صدا میکنند برای آنها و این وقت کم باقی میماند تا اینکه در اینجا ببینند کی پیش صف است. حالا جسورانه قدم مانده است و برای عزیزبک عزیزی هم مربی هم مخلصانش شود، باید او با پررگی پیش رود. یک امتیاز دیگر حالا میتواند در اینجا جسور رقیب را سمت دیگر هوا دهد. بعد از سوشتکی داور بود، بالاتر از یک دقیقه دیگر در اختیار دارند و این دقیقه را فکر میکنم بسیار هم با شور و شوق سپری نماید. دقیقه در اختیار دارند آنها. جسور پیشتر است، عزیز باشد 2 است و جسور باشد 5 است حسابش. هر دو خسته شدند. اما حرکت نیست، فعالی این جفت به چشم نمیرسد. ثانیه های کمی دیگر باقی مانده است. اما جسور از حرکت رقیب استفاده برده، باز امتیاز پیدا کرد. پیروزی مسعود جسور ایوبوف است. وزن 77 کیلو دوستان عزیز، نشان طلا را جسور ایوبوف از آن خود کرد. این مبارزه خیلی پرشدت بود، دوام 6 دقیقه آنها تلاش کردند و فرقیت در لحظه های آخران بود و جسور
ҷасурии хешро нишон дод. акнун дӯстони азиз, вазни боло вазни 82 кило аст. инҷо як паҳлавони хуби дигар мебарояд. ҳабибҷон зуҳуров ки дар навор мебинед, бисёр ҳам набардаш фарқкунанда буд аз рақибон. зуҳуров дар давраҳои аввал бисёр олӣ худро намоиш медод, ҳоло рақиб нест. азизҷон абдулҳаев ба майдон ворид нашудааст, ворид мешавад. ин паҳлавонон барои ба даст овардани нишони тиллои вазни 82 кило миёни ҳам мубориза доранд. ин зуҳуров бисёр гӯштини хуб гирифт. агар ҳамун гӯштини пештараш бошад, ин вобастагӣ дорад боз аз рақиб ки чӣ гуна рақиб барои муқобил мебарояд. шурӯъ шуд. зуҳуровро мубинед, дар ҳол гардани рақибро мустаҳкам доштааст ва барои имтиёз пайдо кардан ҳаракат мекард. пой задан ман аст. хоб куштаки довар дубора онҳоро бо ҳам меорад ва талошоб барои ба даст овардани имтиёзи аввал. зуҳуров канори сурх, азизҷон абдулҳаев канори кабуд. ҳанӯз ягон имтиёз нест барои ду паҳлавон. навбати дигар ҳаракат мекунанд. ҳоло ягон натиҷа нест. чаҳор имтиёз ҳолати туша мегӯяд. тамом пирӯзӣ фарқият дошт. ҳабибҷон зуҳуров дар ҳақиқат ҳабиби мухлисона шуд. бисёр шоиста, бисёр моҳирона ва бисёр бо суръати баланд ҳунарнамоӣ кард. мумкин аст дар мусобиқаҳои байналмилалӣ чунин паҳлавонони хубро дидан мумкин аст. вазне болотар дӯстони азиз, се вазни дигар боқӣ мондааст. вазни 87, 97 ва 130 кило. ҳамин ҳолати такрор бисёр шоиста. бубинед чӣ гуна аз фазҳои баланд аз осмон ба замин фуруд меорад рақибро. бисёр шоиста зуҳуров. офарин. бисёр шоиста боз ҳам мегӯям ҳунарнамоӣ кард. акнун дӯстони азиз, рӯи навор ҳоло анамин паҳлавони канори сурх саидҷаъфар ёрзода аст. бар муқобили ёрзода ин паҳлавони канори кабуд саид исломиддин асламов аст. асламов бо ёрзода дар вазни 87 кило баҳри ба даст овардани нишони тилло андари майдон шуданд. саидҷаъфар ёрзода рақибро фишор меорад, аз маркази майдон дур кардан мехоҳад. ино ҳам хуб буданд дар давраҳои аввал.
حالا برای فاول رو مقرر کردن. دقیقه سپاری شد، باید داور فاول را معین سازد. اکنون اسلامов زمین خوب می رود و یارزاده سید جعفر امکانیت دارد. اشتکی داور برای برداشتن سید جعفر تلاش میکند. رقیب یک توپ، یک امتیاز برای او. 3-1 می شود. 2 امتیاز برای سید جعفر برای تابیش رقیب و در حال رقیب که از این حالت خود رو رها کرد و گذشت از پشت رقیب برای یک امتیاز، چون بیرون از میدان بود. 3-1. حالا کشتین دور و دراز دوام میکند. کمی این نبرد نسبت به رقابت‌های دیگر آرام‌تر بود. دوره اول جنبت شد، 30 ثانیه استراحت میکنند و بعد میگردند دوباره به رقابت. بازگشت پهلوانان به مرکز گلیم. اشتک داور دور دویم آنها را با هم وصل میکند. یکی سید جعفر و دیگر سید اسلامی دین میگویند. سه بار یک. کمتر از 2 دقیقه در اختیار دارند.
این پهلوانان هر دو از شهر دوشنبه هستند. دو امتیاز. حساب 3-4 است. دو امتیاز دیگر برای سید جعفر یارزاده. دو امتیاز دیگر هم بالا شد. باز دو دیگر. 45 ثانیه دیگر باقی مانده است و سید جعفر یارزاده پیش صف است. یارزاده سید جعفر قدم به قدم از رقیب پیش می رود. ثانیه های انگشت شمار باقی مانده است و این برد سید جعفر از فکر می‌کنم. 9-4 یارزاده سید جعفر غالبیت را به دست آورد. اکنون دوستانی عزیز حالا جفته که به گلیم نزدیک می شود وزن 97 کیلو است. عزیز جان ظریفов شهر دوشنبه، بهروز تویچیف برادر مراد جان تویچیف که ما چند بار در این گزارش خیش یاد آوردیم. مراد جان تویچیف برادرش بهروز تویچیف در بازی های آسیایی گوانژو 2010 مراد جان تویچیف نشان برنجی بازی ها را به دست آورده بود و در آسیا رقم 1 بود. ستاره گشتین طرز آزاد را می شمردند. پهلوان تاجیک. حالا برادرش را ببینید چگونه قوی است. با مثل مراد جان تویچیف گشتین خون میگیرد. اوه 4 توشه پیروزی پیش از مهلت. بهروز تویچیف برادر مراد جان تویچیف در این نبرد همه رقابت‌هایش به همین شکل یا شیوه بود.
4 امتیاز اول به دست آورد. بعدا حالت توشه میگویند در گشتن یونان و رومی که این غالبیت کامل را هدیه میکند. اکنون دوباره از هنر مراد جان تویچیف به یاد آورد. یک وزن دیگر باقی مونده است دوستان عزیز. اینجا امیر جان جورایف پهلوان سوخته با شریف جان نظریف پهلوان نامدار کشور که در نماد گشتین جدا در نماد گشتین ملی ما شریف جان را میدینیم. اکنون به گشتین طرز آزاد گشتین یونان رو میگذشته است. این امیر جان جورایف است پهلوان ولایت سوخت. این شریف جان است. شریف جان نظریف پهلوانی که در گشتن ملی توجیکی گشتنگیری هنرش شایسته بود. در آسیا هم او را درخشش را دیده بودیم در شدید مسابقه ها. خب اکنون گشتن یونان و رومی از گشتن ملی توجیکی گشتنگیری فرق دارد، ولی قد و قامت شریف جان برای گشتن یونان و رومی گرفتن هم خوب است. اوه کمر داشتن امیر جان جورایف حالا این پهلوانان سنگین وزن را این آخران دیدار است که پیشکش می شود. امیر جان جورایف تلاش‌های برای افتادن شریف جان است. شریف جان هم بسیار پرقوت است. شریف جان رو کم فعال می‌بیند دوار مرکز. اکنون مجبور است که او زمین خواب رود و امیر جان جورایف شریف جان امکانیت دارد که در مرکز میدان خود را موقعش را مستحکم نماید تا که نماند رقیب را به کنار تاب دهد. بسیار مستحکم داشته است. خوب است. دو امتیاز دیگر. بر آمدن از گیدیم 5-0. حالا امیر جان جورایف پیش می رود. دو امتیاز دیگر را برای فعال بودن. امیر جان جورایف حالا شریف جان نظریف را مقصد زمین افتادن پهلو میبرد او را از میدان بیرون میکند. یک خال. نوروز عرب فو از اونجا نشد نگاه دارد این نبرد را نظارت میبرند. نوروز عرب هم در گشتین طرز آزاد خوب گشتین میگرفت.
6-0 استراحت میروند. حالا می رویم دوستانی عزیز به دور دویومی نبرد پهلوانان سنگین وزن 130 کیلو. امیرجان جورایف بر مقابل شریف جان نظریف مبارزه میبرند. شریف جان از کنار کبود و امیرجان از کنار سرخ. مبارزه بهر به دست آوردن نشان طلایی. دو امتیاز دیگر 8-0 این برد است. اکنون دوستانی عزیز امیرجان جورایف در اینجا والیبیاد را به دست آورد و همین طریق برنده نشان طلا شد. گزارش ما از قسمت های فینالی هم جنبست میشد. عموما از حالا با اینجا چلنج پرداخته است. برای منتظر میشویم. حالتی تکرار رو میخوام نشان دهند همون لحظه آخرون را. چی بود در اینجا؟ یک خال دیگر هدیه برای پهلوان سوخته می شود. همین طریق پیروز می شود. دوستان عزیز گزارش ما رو مراسم جایزه سپاری ادامه میدهد. ما باشیم گزارش خیش رو از قسمت فینالی هم از روزی که در اینجا نبردهای یونان رومی شد به انجام رسانیم شد و پیروز و سربلند باشد. خیر.